بلوچستان قرار داره و در مقطع بعد می‌بینیم که شهرهایی که اینجا نام گرفته تمامش در بلوچستان فعلی زنده موجوده. شهرهای مهمی که حکمرانان افغان در ولایت افغانستان قلا داشتند و از باج دادن به ولایت هرات و حاکمیت هرات سر باز می‌زدن و توسط اصطلاح لشکر فرستاده میشه، منفوخ میشه و تازه هرات ساخته میشه. شهرهای مصدوم، تیری، هرات، دوکی، کنکان، ساجی در سالهایی که تسخیر میشه و حاکم مصدوم کی است و حکمران هرات اختیار دوام میکنه که توی جو لشکر کشی نکنه به خاطر از اینکه افغانان بی‌باک، شرور، دوست، خونی، فتنه‌انگیز و دارن و در اینجا به شما میایید یکتون زنده نمی‌مونید. این کلماتی است که نقل قول از خود اصطلاح حاکم. این موقعیت شهرهای افغانستان همان روزه در سال 1842 ببینید که نقشه تذکر از 700 سال قبل از ولی نقشه بسیار پسند است. مصدوم که ببینید بالا کویته است. در جنوب کویته شهر تیری قرار دارد، مصدوم قرار دارد. در طرف شرق از او شهر دوکی قرار دارد و یکی از شهرهای مشهور. اینی هم قزدار بود که فعلا گفتیم در فصل فتح قزدار که میگیم قزدار یا قزدار است. و هم شهر بوکی که همون امام بوکی فکر میکنیم باید از اینجا بوده باشه مشهور. یک شهر بسیار مهم است که در بین دریای سیند یک جزیره است و این شهر این قلعه در بین همون جزیره است و این مستحکم‌ترین قلعه افغان‌ها در وقت است که تسخیر از این هیچ یک از حکمران‌های قبلی کردن نتوانستند. بالاخره بسیار دلچسب چی داره که چطور میروند و در چند روز محاصره میکنن و بالاخره قلعه را فتح میکنن و این بزرگترین قلعه و نامدارترین قلعه از این است. و هم سفرنامه ابن بطوطه در سال 1354 فکر میکنم که مثلا مراکویی است و هم متن عربیش اصلیش داریم، هم متن انگلیسیش هم متن فارسیش. یادم از طریق خوارزم میره بخارا، سمرقند، ترمیز، بلخ، قندوز. در قندوز 4 روز میبوده باشم. یک حکایت بسیار دلچسب از قندوز داره که مجبورتاً نمیخوام بگم براتون. در مورد اونجا ترکا در حکومت بوده باشن و قوانین ترکا را در اونجا تذکر میده که خیلی دلچسب است که کسی مرتکب یک جرم دستی میشه چی جزایی داره. خیلی دلچسب است. بعد از اون میاد بغلان این شهرها را نام میگیره. بغلان، اندرا، هندوکش، پنجهیر، بشایی که پشایی چون عربی پی نداره، پروان یا پروان اونجا میگه، چرخ و غزنه. شما می‌بینید چرخ تا کجاست؟ از پروان و چرخ میره و از چرخ و غزنه. ما اینو به خاطر سرش تاکید میکنم که جدیداً در سایت آزمون ملی دوستی به نام عطای قنداری مقاله نوشته که در نام افغانستان، نامه‌های تاریخی افغانستان و چون در اینجا بیاین اولی رو میخوانید که آدم بعد از غزنی کجا رفته، بعد از او را میگیم. این زمانی که بعد از چرخ میره غزنی، از غزنی میگه چی است؟ در خارج غزنه قلعه‌ای بود که ما در پای قلعه آن روی نهر آبی منزل کردیم. امیر آنجا به نام مزدک آقا ما را اکرام فرمود، از آنجا به کابل رفتیم. از غزنی به کابل رفتم، متوجه باشید. آدم که از پروان چرخ غزنی، از غزنی باز کابل رفته به خاطر که ملتان میره. ولی کابل چی گونه شهری است؟ و اون کابل در گذشته شهری بزرگی بوده و اون قریه از آن باقی مانده که طایفه از عجم که افغان نامیده میشوند در آن سکونت دارند. افغانان در کوهستان‌ها مواضع مستحکمی دارند، مردم بسیار قوی هستند و بیشتر به راهزنی می‌پردازند. کوهی بزرگی در آنجا به نام کوه سلیمان وجود دارد. در فارسی پادشاه گفتند که اصل عربیش ملک است. ملک افغان در این محل ساکن میباشد. در کابل زاویه است به نام شیخ اسماعیل افغانی که شاگرد یکی از کی بوده. از کابل به کرمانش رفتیم که قلعه است بین دو کوه و افغان‌ها در آنجا به رازنی میپردازند. این ناحیه را با جنگ انگلیس طی کردیم. افغان‌ها در دامنه کوه بودند و از آنجا در سال 33 به ملتان میروند. شما چی فکر می‌کنید باید کابل بوده باشد؟
یا اون ساول است که ما او را در چی میخوانیم؟ در حدود عالم و یا شالکوت یا شالی که کویته امروزی است. ما در کابل کوه سلیمان نداریم و این کوه سلیمانی با این مشخصات تاریخی که گفتن اما کوه سلیمان است و این جماعت افغانی یا افغانی که در اینجا تذکر کرده باید همین جماعتی بوده باشه که در همونجا سکونت دارن. ولی به خاطر اینکه آدم از پروان، چرخ، غزنی، از غزنی به خاطری که ملتان برای باید کابل رفته و در کابل هم کوه سلیمان است و اینجا افغانا و یا افغانا مصرف دزدی هستن که از اینجا تیر شدن از این خود بیچاره بکشن. و از این یک تعداد مقالاتی که آورد از این چند استدلال بسیار دلچسب کردن. یکی که یعنی 700 سال قبل در کابل افغانا زندگی میکرد. یک دلیل بسیار محکمی است. ابن بطوطه گفته دیالکتیک ماچه در کابل افغانا زندگی میکرد. در حالی که ما ده‌ها سنده تاریخی داریم که افغان‌ها در کدام سالها وادی پشاور میگیرن و بعد از او در کدام سالها اولین باری که در کابل میان ده کوچکی دارن به نام دیافغانا که همه دوستای ما را خبر دارن. دیافغانا در کابل خود بلده. یعنی در قبل از او در شهر کابل افغانی وجود نداره. ولی باز پسان دلچسب است. خودش یک اصطلاح دلچسب دیگه کرده. او را دوستا باید بخونند. چون گفتن اسناد و شواهد تاریخی بسیاری وجود داره که افغان‌ها در قرن 15 به این مناطق سرایت میکنن میان معنای گفتی است که و چون مسکونین اصلی کابل تاجیک‌ها بودن پس از همون قدیم تاجیک‌ها هم به نام افغان راتبه شدن. یعنی پس افغان نه تنها شامل پشتون نیست بلکه تاجیک‌ها هم افغان گرفتن. این دو استدلال بسیار دلچسبی کردن و به همون خاطر زیرش تاکید کرده که افغان‌ها شما چی فکر می‌کنید این کجا رفته باشه یادم و در چون کتاب دلچسب بود هم متن عربیش خواستیم و هم متن انگلیسی و در متن انگلیسی نقشه را داده. شما زمانی که در مسیر بریم پس به اصل افغانستان ببینید موقعیت کابل شما ببینید بلخ است، کندوز است، بغلان است، داخل پنجشیر میشه. پروان از پروان آدم به لوگر میاد، از لوگر به غزنی میآید. غزنی اینجا است. از غزنی باید به ملتان میآید. و از کوه سلیمان تیر میشه، کجا افغانا زندگی میکنن. و این کوه سلیمان باید در کابل بوده باشه. اشتباه شده. دیگه اختیار با شماست. ما دیگه اضافه فقط ما حق داریم. کابل رو نوشته. در حالی که قبلا از کابل گذشته. شما که از پروان بخواید که به چرخ بروید باید از کابل عبور بکنید. یک دلیل دیگر این در سالی $1354 است. درست؟ این در سال 1333 از اینجا عبور کرده و ما در سال 1321 وقایع افغانستان و تفسیر اینجا تشریح داده که افغانستان پر جنجال ترین ولایتی هرات در 50 سال قبل از گذشتن زمین آدم است که تسلیم به اصطلاح حاکمیت هرات نمیشه و اینجا اینا بزرگترین حاکمیت در این سالها در همین جا داشتن. در همین کوه سلیمان که 10 سال مکمل سلطان هرات جنگ میکنه تا اینکه بسیار شهرهای زیر تسخیر بکنه. و این 50 سال 1333 یادم عبور میکنه و این 10 سال پستر از او است. یا افغانستان باید افغانستان است که در همون جا بوده باشه یا افغانستان است که یا افغان‌ها هستند که کوه سلیمان است که در همون جا بوده باشه و یا کوه سلیمان است که در کابل وجود داشته باشه. اختیار باشه است. و قضاوت با محققین مسائل دوستایی که در باره کار میکنن. میشه کوه زاکره گذارم.